رادیواکتیو، رادیواکتیو. سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز و شنوندگان و همراهان رادیواکتیو. منم سلام می کنم و به همه هموطنان داغدار و مصیبت دیده تسلیت عرض می کنم و برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی دارم. جا داره در شروع این قسمت از برنامه رادیواکتیو از پرستاران و پزشکان شریف هموطنمون تشکر کنیم که این روزها برای کمک به بیماران و مردم ایران سر از پا نمیشناسن و تعدادی از این عزیزان هم در جریان همین کارزار ملی متاسفانه جان خودشون رو از دست دادند. آقا اون چه که روشنه اینه که عامل گسترش این ویروس چیزی جز کارشکنی ها و بیکفایتی ها و اهمال کاری های همین رژیم ضد مردمی نیست. نقطه اوج اقدامات ضد مردمی رژیم هم همین فتوای اخیر خامنه‌ای بود که به اسم انجام مراحل کفن و دفن داره برای کشتار بیشتر مردم زمینه سازی میکنه. البته که باید به این ویروس عمامه‌دار گفت آخه الدنگ، اونجایی که انتخابات و 22 بهمنت هست فتوادونت خوش شده بود. حالا که این موضوع تهدید جانی برای مردم داره یوهویی فتوات گرفته. به همین خاطر هم هست که حرف مردم ایران با ولی فقیه اینه که کرونای ولایت عامل قتل ملت. چه ها آوردی سرمون مرگ بر سیدعلی، بیرون شده کشورمون مرگ بر سیدعلی، بلای جونمون شدی مرگ بر سیدعلی، اولمون و آخرمون مرگ بر سیدعلی، راحل بشی سیدعلی باطل بشی سیدعلی، راحل بشی سیدعلی باطل بشی سیدعلی، گفتی براندازار من همونم تا آخرش تو خیابون میمونم، آهای مقام عظمای موقت مادر تو من به ازاد میشونم، راحل بشی سیدعلی باطل بشی سیدعلی، راحل بشی سیدعلی باطل بشی سیدعلی. شنوندگان عزیز، شهر در امن و امان است. همه مشغول کارهای روزانه‌شون هستند و در همین رابطه معاون وزارت بهداشت دکتر شلیلچی در استودیو هستند تا به هموطنان اطمینان خاطر بدن که اصلا کرونایی وجود نداره و اگر هم باشه آزارش به مورچه هم نمیرسه. آقای دکتر حالتون چطوره؟ خیلی ممنونم، خوبم، خانواده‌ام خوبه، همه خوبه، جای هیچ نگرانی نیست. آقای دکتر شما دارید عطسه میکنید که؟ نه آخه من به عطر روغن بنفشه حساسیت دارم. پیش حجت الاسلام تبریزیان بودیم، موضوع بحثمون البته الان نیست. البته من باید اینطوری عطسه میکردم که آقای دکتر رسانه‌های بیگانه از گسترش کرونا در ایران صحبت میکنن، نظر شما چیه؟ این ادامه همون سیاه‌نمایی‌های دشمن نظام هست که میخوان با پروژه که کلیدواژه اون کرونا دستاوردهای درخشان نظام رو مخدوش کنن و مشخصا پیروزی‌های ما در انتخابات رو هدف قرار آقای دکتر حالا این دشمنان نظام چه مدارک و شواهدی داله بر وجود کرونا در ایران دارن؟ همین دیگه، مشکل اینه که اینا هیچ مدرکی ندارن. علاوه به کرونا مشخصه سرفه عطسه، تب و تعریق شدید که آبریزش بینی در پایان هم بیهوشی. گفتم که هیچ علائمش نیست. بله خیلی متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان عزیز، همونطور که شنیدید بالاترین مقام بهداشتی مملکت اومد و گواهی داد که هیچ نگرانی وجود نداره و کرونا کاملا ساخته و پرداخته تبلیغات براندازان هست. تا برنامه بعدی خدا نگهدار شما. روزگار لعنتی تلخ بهت هرچی میگم. پاستور یه مسافر تو این خلوتی به پستمون خورد، بیا بالا. سلام علیکم، خسته نباشید. شما نباشی، داشت قیافت آشناست. شما رئیس ستاد بحران کرونا نبودی؟ چرا خودمم عزیزم، بی زحمت ما رو برسون خیابون پاستور که جلسه مهمی هم داریم. جلسه کی رو کنده؟ بنال بینیم چیکار کردین تو این یه ماه واسه مهار کرونا. اولین کارمون این بوده که در یک اقدام جهادی خودمون رفتیم تست کرونا دادیم.
زحمت کشیدین کمرت رگ به رگ نشه یویی. واسه مردم چیکار کردین؟ واسه مردم که سلسله ای از اقدامات رو انجام دادیم. من این خبر خوب رو به شما میدم که ما یارانه رو واریز نمی کنیم تا مردم برای خرج کردنش مجبور نباشن به خیابون ها بیان که وقت کرونا بگیرن. خدای نکرده ایدی کارکنان و بسته معیشتی رو هم قطع کردیم که مردم تو خونهشون بمونن و برای عید دیدنی نرن و تدارک دیدیم که از همون خونه مالیاتشون رو واریز بکنن. خدا رو تو برم سنگ پا، اومدی قاطق نونمون شی قاتل جونمون شدی که بقیه کاراتو بگو عمو ببینه که میخوام برات قاقالیلی بخرم. من این مژده رو به شما میدم که سپاه پاسداران آمادگیشو برای کمک به وزارت بهداشت اعلام کرده. هیچی دیگه، حالا علاوه بر ماسک باس لباسای ضد گلوله هم بپوشیم، کلاه خودم سرمون کنیم که سپاه داره میاد. تازه اینکه چیزی نیست، قرار شده 300,000 گروه رو هم بفرستیم دم خونه ها برای مبارزه با کرونا. یعنی اونایی هم که تو خونه مونده بودن تا از ویروس کرونا در امان بمونن، ویروس جمهوری اسلامی میاد دم خونهشون ویروسیشون کنه. دارم واسن. آقا فکر کنم از پاستور رد شدیم، انداختین تو فلسطین. مثل این که میخوام این مژده رو بهت بدم از اونجایی که خیلی اقدامات انجام دادی و زحمت کشیدی، منم میخوام ببرمت که برای بچه‌ها یه سری اقدامات رو انجام بدن که خودتو مقام و عظمات آرزو کنین که کرونا بگیرین. بس من ضبطم روشن کنم، برو که بریم. زغال منقل گاهی سرخی گاهی سردی، تو همون ولی فقیه کج و کوله و تو زردی، تو مثل پراید داغون بعد یه تصادف هستی، تو که خط قرمزاتو همه رو زدی شکستی، به میگن حشمت خالتور که باهات کارد و پنیرم، سیدلی بدون به زودی خفتتو میام میگیرم. الهی 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 عظما تو بمیری تو بیت ولایت ایبولا بگیری. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه وصل شدیم به خبرنگارمون در نشست تخصصی کرونا. آقای قیانوری گزارش بدید لطفاً. با سلام به امت همیشه در صحنه، همونطور که مستحضرید بنده غلام قیانوری از نشست تخصصی ویروس کرونا در ایران گزارش میدم. این نشست برای اولین بار با شعار کرونا ما داریم میاییم در ایران برگزار میشود. بله آقای قیانوری، لطفاً بفرمایید که چه شخصیت‌های لشکری و کشوری و علمی و سیاسی در این نشست مهم شرکت کردند؟ بله، در این نشست آقای علی اکبر ولایتی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری به عنوان مرکز اصلی بستری بیماران مشکوک به کرونا با آقای علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد دیدار کردند. در بخش دیگر هم آقای علی اکبر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی با آقای علی اکبر ولایتی رئیس مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماری‌های عفونی و آقای علی اکبر ولایتی رئیس انجمن حمایت از بیماری‌های عفونی دیدار و طرفین بر لزوم تلاش پزشکان جهان اسلام برای مقابله با ویروس کرونا تاکید کردند. آقای قیانوری، در پایان چه تصمیمی گرفته شد در این جلسه؟ در بخش پایانی آقای علی اکبر ولایتی رئیس شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان و آقای علی اکبر ولایتی رئیس هیئت مدیره انجمن متخصصین بیماری‌های عفونی و آقای علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک و آقای علی اکبر ولایتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و آقای علی اکبر ولایتی رئیس کنگره سالیانه بیماری‌های عفونی گفتند آقا جایی هیچ نگرانی نیست، کرونا مهار شده آقا. خب این که همش ولایتی شد که. بابا این یارو آقای علی اکبر ولایتی 600 تا شغل داره، همه افتاده رو هم دیگه. اینایی که گفتی همه شغلای علی اکبر ولایتی دیگه. بعدم این که همه مسئولین مثل سگ ترسیدن رفتن تو قرنطینه، یا آقای علی اکبر ولایتی نرفته که اونم چون حالشو نداشته. علی اکبر ببخشید غلامرضا قیانوری، مرکز واحد خبر پخش علی اکبر ولایتی.
پول میشه خرج لبنان و یمن یا میره تو جیب آقازاده ها. من و تو صف گوشت یخ زده، اونا هی طبق طبق افاده ها. یکیشون کنار پرشه پوز میده، عکسشو میذاره توی استوری. یکی از کباب خوری فیلم میگیره، واسه مردم هی میخونه کرکری. مملکتو حالا کشیدن بالا، شده ملا خور سرا تو آخر. نصف مملکت تو جیب مشتباس، اینجا ما تو حسرت یه نون لواش. بزنیم صاف و پلاسشون کنی، آمپرا میرن بالا یواش یواش. به 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 بیبی گل عزیز خودم، چیکار میکنی بیبی؟ سلام پسر گلم. هیچی، نشستم دارم این تلویزیون وامونده رو میبینم. چی میگه اون وامونده آخه؟ هیچی بابا، مزخرف میگن اینا. یه جوری از این ویروس کرونا حرف میزنه که آدم فکر میکنه ویتامینه، دلش میخواد بگیره بخوره. مرتی که چش سفید همش از تلفات کرونا تو کشورهای دیگه میگه. والا ما نفهمیدیم چطوریه که کرونا تو آمریکا و کانادا عذاب الهیه، وقتی به ایران میرسه میشه آزمایش الهی. بابا به خدا ما دکترای الهیاتمون هم گرفتیم. بیبی گل مگه نمیدونی میگن فرق تیوی ریش تلویزیون خامنه‌ای با شهرداری اینه که شهرداری آشغالا رو جمع میکنه، تلویزیون خامنه‌ای آشغالا رو پخش میکنه. آره والا کلا این آخوندا تو کار پخشن. یه کشوری تیراک تولید میکنه اینا پخش میکنن، ترکیه فیلم و سریال تولید میکنه اینا پخش میکنن، چین کرونا تولید میکنه اینا پخش میکنن. الهی که جز جیگر پخش بکنن. واقعا این آخوندا بیبی شرم و خوردن حیا رو قی کردن. از اینا هیچ آبی گرم نمیشه که هیچ خودشون ناقل ویروسن. آره نن جون، زلزله که میومد یادته میرفتن عکس سلفی میگرفتن اروا عمشون. سیل که میومد تا خرطلاق میرفتن تو آب عکس میگرفتن. حالا دیگه نمیتونن برن ویروس کرونا رو بغل کنن و عکس بگیرن. از اون طرفم فک و فامیل کرونا رو هم که نمیتونن گروگان بگیرن. با بمب و موشک هم که نمیتونن بزننش. خاکریزشون هم که نمیتونن تو چین بزنن، به جای مدافعان حرم مدافعان معبد شاولین درست کنن. که واسه همین مثل خر تو گل گیر کردن، از این مزخرفات تو تلویزیونشون میگن. مثل من اینو خاموشش کنم یه آهنگی بذارم این خود دلم باشه ننه. به 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 بیبی گل خیلی سیاسی شدی یا الهی من قربون قد و بالات برم ننه. ها محسن این چیه دستت؟ تخم مرغه، گرفتم برای سفره 7 سین رنگ کنم. فقط من یه سوالی برام پیش اومده. حالا کاری نداریم به گرونی و ارزونی و اینا، اصلا کاری نداریم چیپسا همش شده باد، لواشکا نازک شده، دوغا همش شده آب. من نمیدونم این آخوندا چطوری تخم مرغا رو اینقدر کوچیک کردن. آقا نگو اینو، فردا همینو به عنوان دستاوردهای نظام تو بوق و کرنا میکنن. من جدی این جمهوری اسلامی یه ماسک نمیتونه تولید کنه، بعد میگه موشک ماهواره ور ساختیم. تخت تو بیمارستان نیست، میگه میخوایم آدم بفرستیم فضا. لباس حفاظتی پرستار نداره، لباس فضانوردی درست میکنه. آقا این عجب بلعجبیه. پلاسکو آتیش میگیره، میگن نردبون نداریم آتیشو خاموش کنیم. سیل میاد، میگن هلیکوپتر نداریم مردمو نجات بدیم. کرونا میاد، میگن لباس برای پرستارا و ماسک و الکل نداریم. آقا ولی پای اختلاس که بیاد همه چی پا و همه چی جور و همه کت به تنن. میدونی که میلیون یورو و میلیون دلار و میلیارد تومن و در این نشانه هاست اگر تعقل کنید. خب دوستان متشکریم از همراهیتون. مراقب سلامتی خودتون باشید. سالم و تندرست باشید. خدا پشت و پناهتون. رادیو اکتیو، رادیو اکتیو، رادیو اکتیو.